عشق از قلب میاد یا از مغز؟ ببینید فلاسفه مخصوصا یونانی و گذشته ها فکر میکردن همه چی از قلب میاد. هنوز مغز رو باش آشنایی پیدا نکرد. مغز مرکز تفکر ما هست، بله. مرکز خاطرات ما هست. ولی مسئله عشق تا این ثانیه‌ای که من و شما با هم نشستیم هنوز هیچ کس نتونسته کشفش بکنه. با تمام امکاناتی که ما از نظر فیزیولوژی داریم و میتونیم امتحان بکنیم، شما به هیچ وجه نمیتونید روشن کنید چرا این رشته رو میخونید، بله. چرا عاشق رنگ آبی شده. این یه چیز که از داخل یک دفعه به وجود میاد و هنوز نتونستیم این رو درک کنیم.